اومد. سلام آقای سلام. خوبی؟ قربونت. آقای حسین پور شما هم دیگه از دید مامورا خودتون مخفی میکنید. دیروز شما یادگار قرار بود دوباره برگردی بیای یادگار چیکار فرار کردی نیومدی؟ شب بود به خدا خوابم جفت اومدم اینجا با پسر کسی نبود پسر من. باید ما خواب شما رو هم بدیم. خب آقای حسین پور بله. دیروز چه قرار بود بیاس را نیومدی؟ میگم کسی نبود پسر بزنم پیشش به قرآن. چرا پیش کسی نبود پسر بزنم پیشش؟ شما گفتی من میرم بیرون پسرم میذارم پیشش برمیگردم. باشه گفتم فردا میام. منم دیگه به خاطر اون پسر که همراه بود گفتم برو بیرون، هنوز دستگیرت نکردم. یعنی میتونستم اون داخل دادگاه دستبند بزنم بفرستم زندان. باشه گفتم فردا میام. الان پسرم میذارم پیش مادرم میام. خب آقای سیف الله حسین پور. خب ما یه حکم داریم برای تختی خونت، یه حکم هم از اداره منابع طبیعی داریم برای تخریب خونت، یه حکم ضرب خودت هم داریم که دستگیرت کنی ببرید به خاطر اینکه یک از دید ماموران ما خودت مخفی کردی، دو به متخلفین پناه دادی و سه اینکه شخصاً به مأمور دولت دروغ گفتی. چه دروغی گفتم به مأمور؟ اون روز که من اومدم اینجا اونو تا تختی کردم از سوال کردم که سلمان اینجا هست، گفتی نه. سلمان رو کجا قایم کرده بودی اون روز؟ چیزی شد آقای حسین پور؟ سلام دادی. به من بگو سلمان حسین پور کجاست؟ بهت گفتم در رو پیش اینجا کار کرده رفت. چرا به من دروغ گفتی؟ دروغ نگفتم. شما به من دروغ گفتی که سلمان حسین پور اینجا نیسته. از روستای اولی من پرسیدم، چند نفر گفتن که سلمان حسین پور اینجا پیش شما بود. حتی چند نفرشون به من گفتن که در دستگیری اون دختران شما به سلمان کمک کردیم. دختر مردم فراری داریم. نمیخوای چیزی بگی؟ به سلمان رای زدم گفت دختر رو بردم. آیا حسین پور من روز اولی که اومدم اینجا به خاطر اینکه گفتی تنها زندگی میکنم و پسرت دیدم دلم سوخت. راه قانونم بهت نشون دادم. گفتم اگر چیزی میدونی به من بگو که شریک جرم نشی. حالا خود من میتونستم کمکت کنم به خاطر وضعیت تو، به خاطر که گفتی پسرم مامانش فوت کرده به تنهایی بزرگش کردم. ولی شما بازم به من دروغ گفتی. دیروز چند اومدی دادگاه گفتی پسرمو میذارم پیش یکی برمیگردم. میتونستم همون دادگاه دستبندت بزنم. به خاطر اون پسر دلم سوخت گفتم برو برگرد. شما وقتی از دادگاه رفتی بیرون دوباره فرار کردی. چرا دیگه برنگشتی دادگاه؟ یا خود آب باید ما بکنی آب. نمیخواد. نمیخواد. آره سپور نمیخواد. نمیخواد. دیگه مرا آب. نه. حتی برای گفتن داری را بیفتی میری. ما هم کار داریم، ماموریت دارم. گفتم خودم میام. تا بسر ما بذارم پیش مادرمون میام. من دیگه نمیتونم اشتغالم پسر تا بذاری پیش مادر جان نذاری. سر من در این کنزن آسان بخورم. سرت در میکنه به متخلفین راه میاره. خبری با دنبال سلمان اومدی دنبال من؟ تو سلمان پیش شماست. شما سلمان رو قایم کردی. روز اولی که من اومدم اینجا بهت گفتم همه چی رو من توضیح میدادی اینجور نمیشد. الان نمیمونم الان با حکم زل دستگیر کنم برام. مقصر خودتی که به سلمان راه دادی. وقتی میدونستی سلمان دختر مردم رو تو روز عروسیش رو بوده چرا با ما تماس نگرفتی؟ به خاطر اینکه سلمان رفیقت بود با ما تماس نگرفتی یا یکی از اقوامت بود؟ دروغه آره؟ خب آقای حسین پور
یا اینجا اینا نگاه کن. این عکس سلمان با تو با اون دختره. چه گفتی سلمان نمی‌اومد؟ این سلمان عکس ما سلمانه. اینم توی، اینم دختره. شما پیش سلمان با این دختره. این عکس ساختمون خودته. جناب سلمان حقیقت سلمان رفیقم بی؟ میگم این عکس ساختمون خودته. چرا اون روز من دروغ گفتی؟ میخوام بهت بگم سلمان بهم رفیقم بود. خودش منو وادار کرد بهش دروغ بگم. برای چی ما دروغ گفتیم؟ میتونم از بود. حالا سلمان کجاست؟ سلمان همون روزی که برادرش اومد رفت. رفت کجا؟ روزی که برادرش نفس اومده بود اینجا. تو گفتی دختره همراه سلمان نبود. جناب سلمان میگه مجبور بودم. برای چی دروغ گفتی؟ سلمان رفیقم بود. چون که رفیقت بود دروغ گفتی؟ روز اول بهت گفتم اینجا حقیقت رو من بگو. حالا سلمان کجاست؟ نمیدونم. کجاست گفتم؟ نشیش بینیم. خب چرا دروغ گفتی؟ وایسا. جناب سلمان بهت گفتم به حقیقت. سلمان کجاست؟ اون روز رفت. گفتن سلمان کجاست؟ اون روز که برادر به نفس اومده بود اینجا رفت. چرا دروغ میگی؟ به خدا رفت. گفتم کجاست؟ میگم به خدا همون روزی که برادر به نفس اومده اینجا دیگه همون روز رفت. چرا بهم نگفتی اون روز سلمان اینجاست؟ اگه اون روز میگفتی سلمان اینجاست دستگیرش میکردم خودم آزاد میشدی اینجوری روزت نمیرفت. اون روز اینجا نبود سلمان رفته بود. حالا اینجا نیست سلمان؟ سرکا اینو همراهی کن. اتاقاشو بگردم. با خودت بیاش فرار نکن. زحمت بچه میره با خودت. فرار نکن. آقاشو بیارش. بیارش فرار میکنی. این دیروز از دادگاه زد بیرون فرار کرد. با چیلیده بیارم. بیا اینجا. چیلیده پایینه. کلیده کجاست؟ پایینه. سرکا هم باشه. سرکار نشو بگی فرار نکنی. برو غفلگی برو سلمان خراب شد. چیکار می‌کنی؟ برو کلیدای اصلی قلفا بردا بیار. بدو. همینا. بازش کن. بازش کن. باز. برو داخل. برو داخل. بگم دقت بگم برو میگم با دقت بگم برش بیرون مطمئنم که سلمان همینجا بیا بیرون ساختمون پایین هم بگرد سلمان همون روز که برادر به نفس اومد دروغ نگو من
من اون روز خواستم کمکت کنم به خاطر اون بچه، ولی تو خیلی ما دروغ گفت. سرکار دست بگیر. گوسفندم که داری؟ آره؟ نه ما خودم نیستم. سرکار یادت باشه برای این صندوق رو بزنی بالا. سرکار مازی باش، بذار بشونش. مازیش فرار نکنی. من رو نایش. کرام دیارو بی. سرباز بیا. بیا راکی. بیا پایینم. بیا. نظام کن. چی انداختی؟ جمع کن. بذار یه گوشه وایس. کل به کوچیک اینجا از داخل برو داخل بگیر ماتا. برو تو دره بگیر یا نگاه کن. برو تا تو دره بگیر یا نگاه کن. از پشت ساختمونه میارم. با دقت رو درخت‌ها رو با دقت نگاه کن. با دقت جستجو کن. چیزی پیدا نکردی؟ نمیدونم سر. کجا رفتن؟ بگم رفتن. این خیلی دروغ میگه. خودشو ببرین. خودشو باید از شروع بشه. خب آقای حسین پور بلند شو. پاشو ما بریم دادگاه. آقای حسین پور. خب بچه گناه داره. چرا این کار رو میکنی که الان به درد سر بیفتی؟ چرا این کار رو به خاطر همین بچه دلت نسوخت؟ چرا با بچت این کار رو میکنی؟
چرا به مردم پناه میدی؟ چرا به متخلفین راه میدی بیان اینجا ازت سوء استفاده کنن؟ دلت به خاطر این پسرت هم نمیسوزه؟ خب وقتی دیدی متخلف بود رفته عروسی مردم رو دزدیده، چرا با دولت تماس نگرفتی؟ چرا برای خود درد سر ساختی؟ اون روز که من اومدم اینجا حقیقت رو به میگفتی کمکت میکردم. خاک تو سرت. اون روز حقیقت رو میگفتی من سلمان دستگیر میکردم یا من تحویل میدادم. الان خانواده دختره ازت شکایت کرده. وقتی جلو قاضی اومدی بیرون قرار بود بیای دوباره داخل، بازم فرار کردی. قاضی هم دیگه یعنی حکم سنگین برات صادر میکنه. میخوام فردا ایام دادگاه. نمیشه آیسیم. پسرم بذارم پیش مادرم فاطمه بیام. منم پسرتو چون میرم ناراحت میشم ولی نمیشه. باید حتما دستگیرت کنم. چون اینم وظیفه ما از ما میخوان. حالا پاشه و نشاط کنیم. سیمپور اگه از سلمان خبری اطلاعی داری به ما الان ندارم دیگه. چطور نداری؟ خدا ندارم. اگه اطلاعی بگو که منم بتونم به قاضی بگم از جرم چند بشه. آقای سیف الله حسینپور شما میدونی الان چقدر جرم مرتکب شدی اشتباه این کار شدیه؟ یعنی قاضی اشد مجازات برای صادر میکنه. من به خاطر خودتم به خاطر این بچه هم گناه داره. اگه از سلمان و حسینپور و خانم شریفی خبری داری به ما بگو. اینجوری هم اونجا به قاضی میگم که سیف الله حسینپور با ما همکاری کرد. میخوام از ظلم خودت چند بشه فقط به خاطر اون بچه نه به خاطر خودت که دروغ میگی. ساکت نای بگو هرچی میدونی به هم بگو. شماره تماسی چیزی ازش داری که اطلاع ما بده بتونیم ردشو بزنیم ما بگو. ندارم هیچ ازش ندارم. چرا دروغ میگی؟ چرا میخوای از رفیق دفاع کنی وقتی تو موقعیت قرار گرفتی اونم نیومد اینجا سراغت؟ اگه اون رفیق بود چرا الان نمیاد خودش رو حاضر کنه وقتی میبینه رفیقش داره براش درد سر درست میشه؟ خب تو هم یه زنگی بهش بزن. نه سلام پسر خواب ما از خودم فردا میام. های سیمپور این که نیست که بخوای بری مغازه فردا بیای مغازه. میخوام دادگاه و ضرب تو دارم. از سلمان اطلاعی داری؟ نه. هیچ اطلاعی از سلمان نداری؟ محل سکونتی جایی نه. که مستقر شده باشه بهت گفته باشه؟ نه. چطور وقتی میگی رفیقت این قدم ازش دفاع میکنی و وقت محل سکونتش رو نمیدونی؟ نمیدونم. یعنی با شما توی این مدت تماس نگرفت؟ نه. آیا سیمپل من به خاطر خودتم این آخرین حرفی که بهت میزنم میخوام کمکت کنم فقط به خاطر این بچه. اگه از سلمان اطلاعی داری با ما بگو که به بتونم. خدا ندارم به پیر ندارم. دروغ نگو من. میخوام کمکت کنم. میگم ندارم بخورم. کجا میتونم پیداش کنم؟ رفت داخل شهر. خب چطور وقتی رفیقته داخل شهر نمیدونی کجا ساختمون چیز داره؟ نمیدونم ساختمون نداره. چرا وقتی به کمک احتیاج داشت اومد پیش جنابعالی؟ وقتی الان که دیگه رفته و میبینه تو دو درد سر افتادی یه تماس با تو نگرفت. پاشو جناب سرمایه خشت نایرنه. پاشو پاشو بیرون بیرون میگاره. جناب سلمانی دیگه نداره پسری. فردا خم صبح بیام اول وقتی هم داد. پس که نه بیاس راهش با برام بزنش پیش مادر. مادر کدوم بسای؟ اون به دوستا پایینه. زمین تاشم فرار کنی آقای حسین. جناب سلمانی از بیرون نوست تا ما خود می آمدم. فرار نکنی. نه یک کار اکرام دارم. سرباز همراه شده. نه الان یک کاری وقت خصوصی دارم. فرار نکنی سیف الله حسین پور. برات بد میشه. باش. باشه برو. اینجا باش سرباز باش من آقایش باش.
جا بگیرو مراقبش باش فرار نکنه. هوای کرمه داشته و دابرو میگن خب باش. هر چی کنم رو میکنه تواشه داشته بود دابرم داونه باش خون حواست نشه. انچه باشتی فاطمه یا تی خود زرتش کن و خودم هر چی دی بهتری هست تیخو میاسه هر رو بیشتر تیخو میاسه. قضا درست شد آن سیش بود سر در دیاروی بدش باش. من هم یه سری و دوی تیزنم من اطلاع شدم. ماشین هست بیتر میشه خواستی دای برای خواهم ماسه دوگران سیکار. قضا خود درست شد بگیش باش. مانتی در بسید بیا بیرون. سلام بیارش. بیا بیرون داداش. آنم بزن. هواش داشته بودم باش. ناراحت نبو خونتش. آگه. دست کاری داشتیم چند دیگه همراهش باشه باش. نه متخلفی نیزا نبودم ولی استقلال دستشون کردم. خدا
گرمای خدا بزنم. یالا. یالا سلام. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ چه سفیلا داشته؟ سفیلا هم آی داشت. چه تازه معموله لیورده نشازیم ما هم نهی بیام همین تازه ما به سلم هم نیام. خواستم بیام پرس کنم دیو معموله لیوردش. و معموله هم. نه با خدا گو یه چیش مال هایم این بی این سلمان چه با دوار فراچی من میرو خب که بخاطرش دروغ گفتی من یه چیش اگه خیلی تور تبرونی تا من بخاطر میگه که هوی زن داره روتن بودنش اصلا می 60 روز بیشتر بیمارستان هم نیری بیام همین روز من هم به سلم نیام که من بیام پرس کنم دیام تازه معموله لیوردن شازه یه خشم هم باز ماشین زده واسابی با ماشین بردنش؟ ها رزستان ماشین زده من نیرو که نه خراب شده خب به خاطر همین بچه خاطر این بچه گناه داشت تا او گران سیت بخری دست در نکن بشی او بخیر لا چهره میشن سیانی بادمش کن بفهم دست در نکن باش دست در نکن باز کنی چه دست مونیا نترسون باشو برم کود دیگه بی هیچی نخنی باش کنی دو بازی هایی دارستش خب غذای ناویسه ساله سفیلا تو هوا فشوش نسوزه تا من هم برم بالا انگار من رکور ریم بالا تا من چی برو چه یاد چیش کنم باشه دیگه نواش بسونته سیتسی شدنی رو خدا ها بزن شو برا منم چیش کنم نشو توفشو بیا سیتسی شدنی رو که ما تو خوری شدن سریو و بگرم با سیسانه چه ایتونه تختش رو چنی تازم شو کنم دیگه نبینم ایران تفشو بیا بی رحمه چه نیرو به چای هونش داشتی
سینه بیا من تندیرش اومد بالا با چی تکریاسا طبیعت نیازن کنم سیاه تابرنده اون خالص شده سلیرو It's shit needle. هذا خوي غذا خوبی؟ ها خوبه نخورد باش نگستیم درد سر بخور خواهشه دست نکنم ماشی دیگه غذا درست بویسیش؟ ها بیارش تا بدیمش آره چه ده؟ ماشی دیگه بشید تمام بگم نه یه نگه تخم غذا خیلی؟ غذای بوش درست شستگی گفت تا سرده بود خب طاق وی زد بیا بشه هپ کور بیا بگو تا
تا قضا ساعت دو بود. دوی باقی آخری برمه آخری آه چون بیا بقیه بیا قضا آخری چه؟ واو هم بیا بقضا آخری بیا بیا بقیه تا قضا برمید انشالله فرش کن فرش تا ساده بود طاقه چه؟ بیا بخیر خوف داق آنس داق آرات چه؟ نه بفرش کن ایسوس اخ چه پشه بنده؟ بیا آده بابا چه خیلی بیا اینو بخن دیدم بیارم بیا قضا بخط غذا تا بخط بیا قضا بخط تا برید همه سی خود ندن نیمون قضا غذا تا بخط بیا بخط تا برید بوزیک بیا تا بوزیک اینجا بیا بخط دا خوشی وای یه بچه وای پایینش بیاس بخواه نیمون قضا بیا بخواه او نگاه تاونه نمیخره او بخواه قضا برمه؟ ها؟ Ra بیا قضا بخواه تا بوزیک بخواه تا بوزیک تک بخواه بیا کوی پیچی بیا اینو بخواه ماشاءالله
فراموش لا کردی لازم يرجع به ای بازیا من این صاحب آرا در کنده اه نه صاحب صاحب داشت لا يا عمو شو بیا هيك بخير. جدا خوب بخیر هني بقى هم بگه هم اینو بشی تا غذا بریم بشی انی ماشاءالله غذا بخیر بیا آل بخیر بیا غذا بیا اینو همه چی خود بیا غذا بخیر بیا بگه او آل بگه او بیا بخیر خير نگاه نبخیر غذا بخیر اوی مو بکشه بیاد بسکویتی خیلی بیا دنی خب دو تا هوا صداش بتونم برم من بس سیرانی بیرم چشم برای بردشون کوانی اجازه نگاهشون خب باش تو برای سراغ بسیره آها ده وقتی من انگه زرتش کرده خم چندی چه فیلم هجواتان تا هم بهتری از خیلی آه دستن در نکنم بکتمشون باش خون حواسم باشه تا فعلا دامنه آزای برانه دست در نکن باش چشم سلامت آده اومن نیده خراب شد علی ماش صاحب خیلی شو ها